الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه ششم از شرح کتاب الرازیین اصل السنه و اعتقاد الدین هست. ما در 5 حلقه گذشته به شما در باب ایمان کاملا با تفصیل صحبت کردیم، اعتقاد اهل سنت و الجماعت را بیان نمودیم و البته که اعتقاد و نظرهای اهل بدعت را بیان کردیم، علمای اهل سنت را به شما بیان کردیم، از سلف و علمای اهل بدعت را بیان کردیم. حالا باشد به شما ان شاء الله موضوع دیگری را شرح، تفسیر و بیان میکنیم. موضوع امروزه ما این است که میگویند قال الرازیانی، رازیان دو رازی، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی. ابو حاتم الرازی که 277 هجری وفات کردند، ابو زرعة الرازی که 264 و بعضی روایات 268 وفات کردند. میگویند هر دین علمای سلف میگویند والقرآن کلام الله منزل غیر مخلوق بجمیع جهاته. قرآن این کلام الله هست، نازل شده هست به پیامبر صلی الله علیه وسلم. این غیر مخلوق است، مخلوق نیست. الله قرآن را خلق نکرده است، بلکه این کلام الله هست از همه جانبش. از همه جانب قرآن چی بوده است؟ کلام الله هست، نازل شده به محمد صلی الله علیه وسلم و مخلوق نیست. کلمه مخلوق چیست؟ اسم مفعول، مخلوق، خلق شده. بیایید ما مسئله رو اول تصور کنیم برای برادران و خواهرانی که نو در این مسائل فهمیده ایستاده اند. تصور مسئله، یعنی این مسئله از چی صحبت شده ایستاده است، این چی گفتنی گپ است. بسیار بچه ها از برادرها و بسیار از خواهرهای اهل توحید شاید خوب نفهمند. از همین جهت ما چی میگیم؟ میگیم که قرآن، همین کتابی که امروز در دست ما هست و در درونش مثلا از سوره فاتحه تا سوره قل اعوذ برب الناس وجود دارد. سوره ها همون سوره هایی که هست این کلام الله هست. آیا الله این خلق کرده است؟ یعنی گفته است که به وجود بیا ای قرآن، به وجود آمده است؟ یعنی کن فیکون شده است؟ یعنی قرآن را خلق کرده است؟ بشو گفته است، شده است یا خلق کرده است؟ یا که قرآن را الله خودش به آواز خودش گفته است، خلق نکرده است و گفته است؟ عقیده اهل سنت و الجماعت همین است که قرآن را الله گفته است. قرآن این کلام الله است، سخن الله است. قرآن را الله به وجود بیا نگفته است که بعد از به وجود بیا گفتن یک بار قرآن به وجود آید. یا قرآن را الله خلق نکرده است، قرآن را الله خودش گفته است. بارک الله فیکم. البته در این باب شما شاید تصور بکنید که این مسئله اینقدر مسئله امروز مشهور نیست، اما برعکس اشعری ها امروز در باب قرآن گمراه گشتند. کلامی ها، فلسفه و منطق شده ها که میگن قرآن این کلام الله نیست، قرآن این مخلوق است میگن. یعنی الله قرآن را خودش نگفته است تو به آوازش، این سخن الله نیست و الله این را خلق کرده است میگن. اعوذ بالله، این گمراهی است. این از نظری
سلف این امت این کفر است و کسی که این سخنش معناش فهمیده میگد کافر است. انا اشعری ها چی میگویند؟ و همین عقیده باطل در زمان دولت سلجوقی که مردم را به عقیده اشعری مردم مجبور میکردند، نظام الملوک، و به مذهب شافعی، فقها مذهب شافعی، لیکن عقیدتا به ابوالحسن الاشعری مجبور میکردند. این عقیده در خراسان در ماوراء النهر هم کمی به وجود آمده است. البته امروز اشعری ها چی میگند؟ در بالای قرآن دو مذهب دارند. بعضیشون یا که سه مذهب دارند. بعضیشون توقف میکنند، قرآن رو نه کلام الله میگند نه مخلوق میگند. بعضیشون میگن که قرآن این یعنی مخلوق است، آشکار میگن. و بعضیشون میگن که مذهب مشهوری اشعری ها همین است که میگویند قرآن این سخنی درونی، سخنی نفسی الله است. سخنی نفسی الله است، یعنی الله خودش این سخن نگفته است، بلکه سخنی نفسی الله است. الله اینه با برآورده خلق کرده است. یعنی بالعموم سخنی اشعری ها این است که قرآن مخلوق است. چخیلی که علمای اینها، علمای بزرگشان، علمای اشعری ها این سخن رو بیان میکند که نتیجه سخن همین قرآن مخلوق گفتن است. با مانندی از علمایشان برهانی، فخر الرازی و جوینی، سبکی و غیره ذکر میکنند که مذهب اشعری نهایتش همین است. البته عقیده ابو منصور ماتریدی در این باب چیست؟ ابو منصور ماتریدی در این باب، از ابو منصور ماتریدی دو قول آمده. قول اول، ابو منصور ماتریدی در مذهب حنفی هستی، در مذهب ابو حنیفه گویا که سخن ابو حنیفه رو در این باب میگیرد که ابو حنیفه هم در فقه اکبر میگن که القرآن کلام الله، قرآن کلام الله هست، غیر مخلوق، مخلوق نیست. در فقه اکبر ابو حنیفه میگند که قرآن کلام الله هست، مخلوق نیست. یعنی الله اینو خلق نکرده است یا که به وجود بیا گفته امر کرده قرآن رو به وجود نآورده است، بلکه خودش گفته است، از اول تا آخر خودی الله گفته است سبحانه و تعالی. و یک قول دیگر همین است که بعضی از ماتریدی‌ها میگند حدیث نفسی و غیره مثلی کلابی ها و مثلی اشعری ها گو که سخن کرده میگند. والله اعلم. اما راجح همین است که از ماتریدی ها قرآن را کلام الله میگند. قرآن چیست؟ قرآن، القرآن این نامی کتابی که به محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله و بنده اش نازل شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد بنده الله و رسولش کسی هستند که به همون کسی کتابی نازل شد. نام همین کتاب چی است؟ قرآن است. قرأ یقرأ، قرآن و غیره در این باب سخن می شود و این از کلام الله است. قرآن کلام الله است و از کلام الله است. از کلام الله است به این معنی که سخن الله به همین به پایان نرسیده است، یا که همه سخن الله فقط قرآن نیست، بلکه غیر از قرآن با دیگر سخنهای الله وجود دارد که الله کدام وقتی که خواست با کسی که خواست صحبت میکند. مثلا با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم معراج کردند، به سدرة المنتهی رفتند. البته الله را ندیدند، یک نوری رو دیدند. نور الا ترى ان ترى، نور دیدند و با الله صحبت کردند، یا که عیسی صحبت کردند، یا که دیگر کتاب هایی که پیش از قرآن نازل شده است، همش کلام الله است. قرآن فقط همین قرآن کلام الله هست و به همین بس دیگر کلام الله وجود ندارد گفتن درست نیست. بارک الله فیکم. و البته قرآن با دیگر نام ها دارد که در قرآن در خود همین کتاب ذکر شده است و این چنین دیگر از صفت ها دارد. شیخ عبدالعزیز الطریفی میگن که صحیح همین است که میگن و صحیح من اسمائه نحو 5 اسماء. صحیح همین است که میگن نام های قرآن در قرآن ذکر شده به مانند 5 نام است. میگن مثلا قرآن، فرقان، کتاب، نور، یا که قرآن، فرقان، کتاب،
اینها نامهای قرآن است و این چنین الله سبحانه و تعالی در قرآن وصفهای زیاده رو نسبت قرآن کرده است. زیاده از 36 وصف رو کرده است. مثلا هدایت کننده، نور و شفا دهنده و غیر از صفتهای زیاده رو الله سبحانه و تعالی به قرآن داده است. پس مسئله چیست؟ از همین جهت علما میگن که هر کسی که قرآن را میخواند الله به او صحبت کرده شده است. به این خاطر که سخن الله را میخونید الله به شما صحبت کرده شده است. وقتی که نماز میخونید شما به الله راز و نیاز خود را گفته شدید و صحبت کرده شدید. کلام الله زبان عربی است. کلام الله، کلام الله. البته 35% زبان فارسی هم عربی است. بینویت کلمه های زیادی عربی در زبان فارسی وجود دارد. برای همین فهمیدن بسیار مسائل عربی برای فارسی آسان‌تر است. کلام الله، کلام زبان تاجیکی کلام میگن. کلام یعنی سخن. در زبان عربی سخن رو به 3 عباره یا 4 عباره یا 3 عباره معروف بیان میکنن. مثلا کلام، حدیث و قول. کلام سخن، حدیث هم سخن، قول هم سخن است. کلام الله یعنی حدیثه میگن علما. کلام الله یعنی سخنش. کلام الله یعنی چی؟ سخنش. چخیلی که الله سبحانه و تعالی خودش در سوره زمر آیه 23 میگه که الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. الله نازل کرد بهترین حدیث رو، بهترین سخن رو، یعنی سخن خودش رو، بهترین سخن رو، صادق ترین، بهترین. سوره نساء رو نظر بکنید آیه 87 رو. و من اصدق من الله حدیثا. و کیست راستگوینده تر از الله در سخنش؟ یعنی از همه راستترین سخن و راستگوینده ترین سخن این که است الله است. اصدق من الله حدیثا، حدیث سخن. در سوره اعراف 185 فبأي حدیث بعده یؤمنون. و به کدام سخن بعد از این سخن شما ایمان می آورید؟ در همه این آیات ها الله کلامش را سخن گفته شده است. در سوره یوسف آیه 111، در سوره کهف آیه 6 مثلا، در سوره یوسف ما كان حديثا يفترى، در سوره کهف فلعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. به این حدیث، به این سخن. کلام الله چی بوده است؟ حدیثش بوده است، سخنش بوده است. و کلام الله این قول الله است. این چنین قول الله است. یعنی الله از همه جهت بیان کرده است که همین به 3 کلمه که دلالت به سخن میکند. کلام سخن، حدیث سخن، قول سخن، همش الله بیان کرده است. در سوره مزمل آیه 5 نظر کنید الله میگه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما به تو القا میکنیم، میدهیم سخنی وزنی رو. قول سخن. قال رسول الله، رسول الله گفتند. در قرآن هم آمده است که الله قال الله میگه، الله گفت. ببینید در سوره نحل آیه 51 و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین. الله گفت که شما 2 اله را نگیرید. به خود 2 اله نگیرید یعنی مشرک نباشید. اله شما یک تو است. اله یعنی معبود. 2 چیز رو عبادت نکنید، یگانه چیز رو عبادت کنید. در اینجا الله آشکار گفت و قال الله، الله گفت. بارک الله فیکم. و این چین در سوره مائده 119 قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. الله گفت که این همان روزی هست که فایده می بخشد راستگویان را راستیشون. فایده می بخشد صادقین را صدقشون. کی گفت این سخن را؟ قال الله، الله گفت. گفت خودش گفت، خلق نکرد، ساخته اینن پیدا نکرد، بلکه گفت. چگونه گفت؟ خود الله میداند و الله گفت با آواز، با حرف، با صدا. یا چه خیلی که در سوره مائده 116 آمده است و اذ قال الله یا عیسی. همون زمانی که الله گفت، زمانی که گفت الله ای عیسی.
ای عیسی ندا کرد. ندا معروف است که با حرف، با صدا به وجود میآید. پس الله سبحانه و تعالی متکلم است، سخن میگوید. یعنی این قرآن کلام الله است، این حدیث الله است و این قول الله است سبحانه و تعالی. از هر سه جانب الله اثبات کرد، هم کلامش، هم حدیث، هم قول. و الله سبحانه و تعالی متکلم است. متکلم یعنی سخنگوینده است. الله سخنگوینده است با حرف و با صوت. همین کلمه های عربی که در قرآن آمده است، همه حرفاش رو الله خودش گفته است، با آواز گفته است. آواز الله، صدای الله، حرفهایی که الله میگوید این مخلوق نیست، نه حرف نه صدا. الله نه حرف را نه آوازش را خلق نکرده است، از الله جدا نیست، بلکه خود الله قرآن را گفته است، سخن میکند. غیر از قرآن هم که خواست، کدام وقتی که خواست سخن میکند، با حرف و با صوت، با آواز. حرفش و صوتش، آوازش مخلوق نیست. اما آیا صدای الله مانندی صدای بندگانش هست یا نیست؟ البته که صدای الله مانندی و شبیه و یا مثیل و نظیری مانندی صوت بندگانش نیست. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگند. در این مسئله کتابی، یک رساله خوبی رو، اثبات الصوت للرحمن، شیخ خالد المرز الغامدی نوشته است. ببینید حدیث های امام بخاری رو آورده و بیان میکند که صدای الله چه خیلی صدا برآمد، ملائکه ها صدای الله را چه خیلی میشنیدن. من فردا به شما بیان میکنم که صدای الله چه خیلی است، آواز الله چه خیلی بود و ملائکه ها یعنی چه خیلی میشنیدند. در حدیثی صحیح آمده است که امام بخاری در صحیحشون معلق ذکر میکنند از جابر و از عبدالله ابن انیس که میگن سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یحشر الله العباد فینادیهم بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب انا الملك انا الدیان. الله روز قیامت همه بنده ها رو حشر میکند، به جسم هایشون هم رو از قبرها بیرون میکند و بعد از این ندا میکند به آوازی که همه میشنود. انسانی که در دور هست از، یعنی دور از همه دور، یا انسانی که در صف اول است، در صف آخر یا در صف اول، همه اش یک نمود میشنود و الله میگه که من ملک هستم، من پادشاه هستم و من دیان هستم. انا اینجا شما میفهمید که صدای الله از صدای بنده فرق دارد. امروز اگر من یا یکی از شما ندا کنیم به صدای بلند، یک سخنی گوییم، سخنی ما رو کسایی که در نزدمون هستند بلندتر میشنوند و کسایی که دور از ما هستند پست میشنوند و کسایی که دورتر هستند نمیشنوند. اما سخن الله سبحانه و تعالی را همه برابر یک نمود میشنود، هم نزدیک بوده و هم دور بوده، هیچ فرقی ندارد سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی کی کدام زمانی که خواست صحبت میکند. و البته الله سبحانه و تعالی امر کرده است که وحیش را گوش بدهند و بنده هایش را ندا کرده است و این ندا کردن و وحی را گوش دهید گفتن به وجود نمی آید مگرم با صدا که شنیده می شود یا به حرف معروف که همون حرفای معروفی یعنی معتاده که مردم به همون حرفها چی هستند؟ آشنا هستند. پس الله سبحانه و تعالی سخن میکند کدام وقتی که خواهد، در کدام مسئله که یا که چیزی که خواهد و چگونه که خواهد. بار دیگر تکرار میکنیم که سخن الله سبحانه و تعالی، کلام الله، این قول الله است و این حدیث الله است، این سخن الله است، خاص قرآن نیست. قرآن کلام الله است، قول الله، حدیث الله است، اما غیر از قرآن با الله کی که خواهد صحبت میکند، صحبت کرد و باز میکند، در روز قیامت صحبت میکند به هر انسان
سوال و جواب میکند. و همه کتاب هایی که به انبیاهای گذشته نازل شده بود این کلام الله بود، این قول الله بود، این حدیث الله بود. و این چنین سخن هایی که به ملائکه ها میکند و این چنین سخن هایی که به کدام بنده مخلوقاتش خواسته است کرده است، این همش کلام الله است. سلف صالح کلام الله را که میگفتند که کلام الله مخلوق نیست خاص به قرآن نسبت ندادند. لیکن سخنهای سلف صالح خاص در بالای قرآن برای چی رفته ایستاده است؟ سلف صالح خاص در بالای قرآن گفتند که کلام الله قرآن مخلوق نیست، به خاطر اینکه انا همین کتاب قرآن محفوظ است، تحریف شدگی نیست. اما کتاب‌های پیش از قرآن بوده، تورات، انجیل، زبور، اینها امت‌های همون پیامبرها تحریف کردند، خودشون گمراه شدند. از همین جهت سخن درباره فقط قرآن رفته است. اما بالاخره ما میگیم که همه کلام الله چی است؟ بارک الله فیکم، مخلوق نیست. نه فقط قرآن، همه‌اش کاملا. پس صحابگان رضی الله عنهم در باب قرآن یگان بینشان اختلاف نشد، در این باب صحبت نشد که خلق قرآن یا وجود دارد یا ندارد، یا که درباره خلق قرآن، این یک مسئله معروف و مشهور بود، زیرا که قرآن این کلام الله است و کلام الله چی است؟ صفت از صفتهای الله است. همین رو خوب دقت بدید. مسئله اساسی اکنون می آید. کلام الله، قرآن کلام الله است و کلام الله یعنی حدیث الله، قول الله، سخن الله صفت از صفتهای الله است. مثلا بنده هم صفت دارد. صفت بنده چی؟ دست دارد، پای دارد، من شما میبینیم، بینی دارد، دو چشم دارد و سخن دارد، صدا دارد، سخن دارد بنده. و این چنین الله سبحانه و تعالی سخن دارد، آواز دارد، با حرف، با صدا سخن میکند. اما سخنهایی که الله میکند، بگیم با صوت، با آواز، با حرف، آواز الله و حرف الله از آواز بنده و حرف بنده فرق دارد. چه خیلی که به خودش میزیبد همچنین است. ما آواز الله و بگویم صدای الله را مانند به صدای مخلوقین نمیکنیم، مانند نمیکنیم، شبیه نمیکنیم، تشبیه نمیکنیم. چه خیلی گفتیم. اما این صفت الله است و صفتهای الله از الله جدا نیست. همین رو خوب فهمید. کلام الله صفتی الله، صفت از صفتهای الله است. الله صفتهای زیاد دارد. یکی از صفتهایش کلام الله، سخن الله است. یعنی الله سخن گوینده است با آواز و با حرف. و صفت الله از الله جدا نیست. یعنی الله در یک طرف، صفتها در یک طرف نه. خود الله انا همون صفتهایش در خود الله است. خیلی که صفتهای بنده در خودش است. یعنی صفت الله مخلوق نیست. الله صفتش را خلق نکرده است. و صحابگان در این مسئله همه اجماع میکردن و یگان اختلاف در بین نبود که فهم میخیل بود. بارک الله فیکم. و البته حالا مختصرا اجماع سلف را ذکر میکنیم که میگفتند که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. و این مسئله یکی از مسائل ظاهر و آشکار و واضح است میگفتند. به سبب یک چند دلیل ها. البته دلیل ها 5-6 تا ذکر شده است، من به شما مختصرا ذکر میکنم. یکم دلیل این است که کلام الله صفت از صفتهای الله است سبحانه و تعالی. مثلا سمع این صفت الله است، شنوایی، و بصر صفت الله است، بینایی، وجه صفت الله است، روی، رحمت صفت الله است، قدرت صفت الله است، عفو صفت الله است، غفران بخشنده صفت الله است، رضوان صفت الله است، سخط صفت الله است. این چنین کلام صفت الله است و هیچ کس حق ندارد که بگوید که صفتهای الله مخلوق است، یعنی الله صفتهایش رو خلق کرده است. بگوید کسی که سخن رو میگه کافر است، زیرا که اگر صفت مخلوق باشد خود الله را مخلوق گفته شده است.
زیرا که صفت ها از خود ذات است، صفت های الله از خود الله است. کسی یکی از صفت های الله را مخلوق بگوید، خلق شده بگوید، گویا که خودی همون موصوف را، خودی همون کسی که صاحب همون صفت است، همون را مخلوق گفته شده است. تعالی الله. الله بزرگ است از این سخن، الله پاک است از این سخن، الله مخلوق نیست. از همین جهت سلف این امت گفتند که هر کسی که کلام الله مخلوق گوید کافر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لازم المذهب، از این سخنش لازم می آید که الله گویا که مخلوق گفته شده است، یعنی الله خلق شده است گفته شده است. اعوذ بالله. سبحان الله. قرآن، سنت و کلام صحابه انا همین را بیان میکند. همین اصل بزرگ را در قاعده صفت بیان میکند که صفت های الله از خود ذات الله است. صفت های الله را هیچ کسی مخلوق نگفته است و مخلوق گفتن کفر است. و کسی یکی از صفات الله را مخلوق گفت گویا که الله را مخلوق گفته است. اعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه و تعالی کلام را بر خودش اثبات کرده و بعد از این همون کلام را، همون سخن را به خودش اضافه کرده است. هر یک چیزی را که الله اثبات میکند همچون صفت و به خودش اضافه میکند، این صفت است. ببینید در قاعده صفت اهل سنت چی میگن؟ یک چیز را الله به خودش اثبات کند و به خودش اضافه بکند، این صفت است. علما میگن وقد اثبت الله کلامه، همانا که الله کلامش را اثبات کرده، سخنش را اثبات کرده، و اضافه الیه، و به خودش اثبات کرده. نظر بکنید به سوره بقره آیه 75. افتطمعون یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. میشنیدند کلام الله را. کلام را الله به کی نسبت داد؟ اضافه کرد به خودش. کلامی کی را؟ کلامی الله را. پس کلام به الله که اضافه کرده شد، این صفت است، صفت الله است. و موسی علیه السلام الله میگه در سوره اعراف آیه 144 آمده است که این اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، من تو را برگزیدم، انتخاب کردم به مردم به رسالتم و به کلامم. کلام را به خودش نسبت داد الله سبحانه و تعالی. بس این صفت الله است. و کلم الله موسی تکلیما. سوره نساء آیه 164 سخن کرد الله موسی را سخن کردنیه. سخن به بالای کی آمده شده است؟ الله سخن کرد به کی؟ به کی سخن کرد؟ به موسی. و کلمه ربه سوره اعراف آیه 143 و کلمه و سخن کرد او را الله ربش حتی یسمع کلام الله، تا اینکه بشنوی کلام الله را. سوره توبه 6 یریدون ان یبدلوا کلام الله، میخوان که تبدیل بدهند، تحریف کنند، تغییر بدهند کلام الله را. فتح سوره فتح آیه 15. در همه این آیات ها الله سبحانه و تعالی بیان کرده ایستاده است که کلام این سخن الله است و این صفت الله است. یعنی الله یک صفت دارد، صفت سخن کردن، صفت کلام. و بر همین قاعده سلف صالح همه مذهبشون در بالای همین قاعده بود که کلام صفت الله است، غیر مخلوق است. کلام الله با حرف و با آواز بود. و از همین جهت سلف صالح رد کردند مذهبی کسانی را که میگفتند که قرآن مخلوق است یا که میگفتند به اعتقاد خلق قرآن. چلی که مالک ابن انس گفتند در کتاب السنه للخلال ذکر شده است و الابانه لابن بطه هم ذکر شده است، یا الرد علی الجهمیه هم ذکر شده است. انس ابن مالک ابن انس صاحب مذهبی مالکی میگن که رحمه الله کلام الله من الله، کلام الله از الله است، یعنی صفت الله است. وليس من الله شیء مخلوق، و یگان چیزی از الله مخلوق نیست. کلام الله از الله است و یگان چیزی از الله مخلوق نیست. اگر کسی بیاد بگوید که قرآن مخلوق است، یا توقف میکنیم، یا که قرآن حدیثی نفسی بود، الله گویا که به صدا و به حرف سخن نکرد و هم خلق کرد، به معنای خلق میاد، خیلی که
معتزله ها در همین عقیده هستند، اشعری ها در همین عقیده هستند، جهمی ها در همین عقیده هستند، کلابی ها در همین عقیده هستند. بالاخره این کفر است و آدم کفر میشد. از همه بزرگترین خطرناکترین لوازمی که بعد از خلق قرآن می آید، یعنی کسی که قرآن مخلوق گوید مجبور است که یک نتیجه دیگر رو قبول کند. این رو لازم المذهب میگن. یک آدم یک سخن میگوید، همون سخنش او را مجبور میکند که یک سخنی دیگر به وجود آید. این رو میگن که لوازم القولی. لوازم القول به خلق قرآن، کسی که خلق قرآن به اعتقاد دارد لازم می آید از همین سخنش که اگر کلام الله صفت الله مخلوق باشد، پس خود الله را هم شما متهم کرده اید که اعوذ بالله همین موصوف صاحب صحت صاحب صفت مخلوق است. این کفر است، زیرا که قرآن کلام الله است، مخلوق نیست و کلام صفتی از صفات الله است. احمد ابن حنبل میگن خیلی که در سنن للخلال و ابان ابن بطه اینچنین الرد علی الجهمیه اومده است، میگن که من زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم ان الله مخلوق. هر کسی که ادعا بکند، دعوا کند که قرآن مخلوق است، به تحقیق دعوا کرده است که الله مخلوق است. ما اعظم هذا القول و اشد. چقدر این سخنی یعنی جرأتناکی بزرگ است، یک سخنی بینوایت سخت است در حق الله سبحانه و تعالی. از همین جهت است که الله سبحانه و تعالی میگه که درباره الله به علمانه سخن نکنید. ما امروز میبینیم بسیار انسان ها از تفصیلات علم خبر ندارند، از سخنهای سلف صالح خبر ندارند، می آیند در همه مسئله داخل میشوند، بالاخره به یک سخن از دین برآمدن ممکن است اینها بیخبرند، هر چیزی که خواهند میگن خودشون را علامه عصر میدانند. ما این سخنها را گفته شدیم بعد از 10 سال 20 سال تعلیم گرفتن و باز ما همیشه تحقیق میکنیم. اما انسانی که طالب علم نشده است، در نزد علمای اهل سنت و الجماعت کبار ننشسته است و می آید در همه مسائل داخل می شود، این خطری بزرگ دارد. در اون مسائلی که علم ندارد نباید صحبت بکنید. و البته دوام سخن رو میگیریم. احمد ابن حنبل مجبور میکردن همون انسان‌هایی که میگفتند که قرآن مخلوق است، مجبور میکردند که بگوید که اگر قرآن مخلوق باشد، کلام الله اگر مخلوق باشد، اینچنین اقرار بکن که وجه الله سبحانه و تعالی مخلوق است و اینچنین دیگر همه صفاتهای الله را در این وارد میکردند. زیرا که یک قاعده بزرگی را در بالای صفت ما داریم: القول بالصفه کالقول بالصفات الاخر. سخن کردن در بالای یک صفت به مانند سخن کردن به بالای همه صفات ها است. اگر یک کسی بیاد بگوید که یک صفت دربارهش من سخن میکنم، کلام الله مخلوق بود، پس گویا که همه صفات ها رو مخلوق گفته شده است و خود الله رو مخلوق گفته شده است. این لازم مذهبش است. این یک قاعده بزرگ است. البته امروز انسان ها، کسایی که قرآن مخلوق میگویند، مذهبشون را خودشون نمیفهمند، از لازم مذهب بسیارش بیخبر است از سبب جهل. از همین جهت در مسئله تکفیر لوازم المذهب، در مسئله تکفیری که لازم المذهب است، یعنی تکفیری که به سبب سخنی که از همین سخنش نتیجه یک می آید، تکفیر لازم میگن. علما به دو قسم تقسیم شدن. بعضی تکفیر میکنند یک باره از سبب لازم المذهب. قسم دوم از علما میگویند که کسی که لازم المذهبش رو فهمد بعد تکفیر میشد، کسی که لازم المذهبش رو نفهمد تکفیر نمیشد. یعنی کسی که قرآن رو بگوید که مخلوق است بگوید و بعد از این فهمد که همین سخنش نتیجه اش این میشود که کلام صفت الله رو مخلوق گفته و خود الله رو مخلوق گفته شده است که این لازم المذهبش است، همین رو اگر کمی هم فهمد این کافر است، مرتد است میگن. اگر نفهمد کافر نیست و مرتد نیست میگن. این قسمی از علما. قسمی از علما میگن که هر کسی که قرآن رو مخلوق گفت، پس لازم مذهبش این است که کلام الله رو صفت رو مخلوق گفته و الله رو مخلوق گفته است و این کافر است، بدون فهمیدن لازم المذهب یا نفهمیدن لازم المذهب است. بماند این که کسی که بگوید که الله در بالای عرش نیست،
نتیجه سخنش لازم المذهبش چی است؟ تکذیب الله است، دروغ شمردن الله است. الله در بالای عرش گفته شده است، این گفته شده است که نه، لازم مذهبش دروغ گفتنی الله سبحانه و تعالی. این دلیل یکم بود. دلیل دوم، الله سبحانه و تعالی بین خلق و بین وصفش فرق گذاشته است. خودی الله میگه که در قرآن انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، سوره نحل 40. قول ما در بالا یک چیزی که اگر خواهیم که او را به وجود بیاریم میگویم که بشو و میشود. یعنی الله یگان چیز خلق کردنی باشد میگفته از سخن میکرده است که به وجود بیا، بشو و میشود. الله در اینجا سخنش را از خلق و به وجود آمدن جدا کرده شده است. سخن را این صفت الله هست که الله گفته شده است که اگر خواهم من میگویم و یک چیز به وجود میاد. به وجود آمدن یک چیزی دیگر است. یعنی خلق و صفت از هم دیگر چی است؟ جدا است. صفت کلام الله و صفت مخلوقی که به وجود آمد از هم دیگر جدا است. الله فرق گذاشت بین خلق کردنش و بین کلامش. و در این مسئله آیات ها زیاد است. الا له الخلق والامر ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون و غیره. اما دلیل سوم رو میگه. علما در دلیل سوم ذکر میکنند که کسی که قرآن را مخلوق گوید به این لوازم سخنش کفری یک بزرگ به وجود میاد و یک قاعده وجود دارد: فساد الاقوال یعلم بفسادها فی ذاتها. فساد سخنها، فساد بودن سخنها دانسته و فهمیده می شود با فسادیش در ذاتش یا با فسادیش در لوازمش. ما از کجا میفهمیم که یک سخن فاسد است، سخنی باطل است؟ از دو حالت میفهمیم که این سخن باطل است. یا خودی همین ظاهری کلام باطل است، یا که نتیجه سخنش باطل می شود. لوازم المذهب این نتیجه سخنش است. یعنی کسی که قرآن را مخلوق گوید نتیجه سخنش باطل است، خودی الله را مخلوق گفته است. از همین جهت این سخن باطل است. اعوذ بالله که کلام را مخلوق گفتن، صفت الله را مخلوق گفتن، یعنی همه صفات را مخلوق گفتن، موصوف را مخلوق گفتن است. و دلیل چهارم این است که یگان نفر از صحابه در این مسئله اختلاف نکردند. یگان نفر از علمای تابعین و تبع التابعین اختلاف نکردند. خیلی که عمرو بن دینار ذکر میکنند و میگویند که ادرکت مشایخنا والناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه أو سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. این سخن را از عمرو بن دینار در کتاب الرد على الجهمیه الدارمی صفحه 344 و نوادر الاصول و سنن للخلال ذکر کردند. معناش همین است که من همه علماها را، مشایخ را دیدم در مدت 70 سال که میگفتند که الله چی است؟ خالق است و غیر از الله دیگر همه چیز مخلوق است. الله دیگر چیزها را خلق کرده است بجز قرآن. این کلام الله است که غیر مخلوق است. از الله سر شده، یعنی الله خودش گفته و به سوی الله باز میگردد. عمرو بن دینار کیست؟ عمرو بن دینار این تابعین است، کبار تابعین است. بعضی از رو میگن زیرا که جماعتی بسیاری از صحابگان، خیار صحابگان رو دیده است. از اهل بدر رو، از مهاجرین و انصار رو عمرو بن دینار دیدند. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و به شما معلوم شد این مسئله باذن الله و در حلقه آینده در این مسئله با سخنهای علما رو و دیگر اختلاف مذاهبی که از مذهب‌های اهل بدعت است به شما بیان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.